مشاهده میکنید ایران مقابل نیوزلند در با داغونی که رنگ فیفاش 85 ما رده 20 فیفا هستیم. نمیدونم چجوری ولی 2-2 مساوی تموم شد و جالبش اینه ساده ترین رقیب ما بود توی این گروه نیوزلند. و حدس بزنید رقیبای بعدیمون کیان؟ بله بلژیک با حضور کوین دبروینه و جرمی دوکو و لوکاکو تمام زیبایان. اونور مصر با حضور محمد صلاح و عمر مرموش و خط دفاعی که توش شجاع خلیلزاده است، دروازه‌بانش علیرضا بیرانونده که بعد از گرفتن پنالتی رونالدو یه جوری بردنش توی آسمونا انگار عابدزاده است. واقعا روبرو نیوزلند 2 گل خوردید. نیوزلندی که تو 5 بازی آخرش 4 باخت داشت و کلا تو 5 بازی آخرش 4 گل زده بود. من دیگه اصلا عمرن امیدی داشته باشم به این تیم. اگر ایران این بازی رو برده بود آره واقعا میخوام روبرو بلژیک چیکار بکنیم با شجاع خلیلزاده و بیرانوند. میخوام روبرو مصر چیکار بکنیم. بهترین موقعیت بود برای ایران چون که مصر و بلژیک هم مساوی کرده بودن. 3 امتیاز گرفته بود تموم شده بود. نگرفت 3 امتیازو مساوی هم کرد با نیوزلند. برو برای اشغال آقای قلعه‌نویی. بلژیک و دبروینه و دوکو منتظرتن.